بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ احمد از اهواز. آقا احمد از اهواز. آقا احمد، در مورد موضوعاتی که در برنامه مطرح شده اگر صحبتی دارید میشنویم. آقای انصاری، در مورد با کلیپ مطلبی که آقای قدسی بیان کرده، نمیدونم چطور اشتباه کردم. متوجه نشدم احمد جان، یک بار دیگه کمی آرومتر صحبت بکنید، عصبانی نشید. آقای قزوینی چیکار کرده؟ من عصبانی نمیشم. آقای قزوینی چیکار کرده؟ آقای انصاری، این عبارتی که ترجمه کردن من کاری به اون ندارم. ترجمه من میخوام بگم که فواید تنطار، اما میخوام بگم که ابن تیمیه اینجا در کتاب مجموع الفتاوا آقا نمیگه که فقهای اهل سنت مثل حنبلی و شافعی کافرن. نه، میاد میگه اون کسایی گفتن مثلا افرادی که اهل سنت هستند، اون اهل سنت بگه آقا شافعی هست یا بگه من مالکی هم، اون مرتد. نه، دروغ میگی. دروغ میگی. همینجا دروغ میگی. من چون میدونم شما آخوندا در دروغگویی مثل مانند ندارید. همه این چیزایی که من گمانم بره که شما در برنامه مطرح میکنید، من اینجا آماده دارم اینها رو. اگر راست میگی همین مطلب رو بخون که در کجا گفته ابن تیمیه که که کسی که مالکی باشه کافره. کجا گفته؟ الان من میخونم، مجموع الفتاوا میخونم برام. کجا گفته؟ بله همین الان در کجا گفته که کسی که مالکی باشه کافره؟ همینجا رو بخون. مجموع الفتاوا جلد 4. بله. ساری ببینید، خواستان سلمات ببین بشنو آیا فمن قال انا شافعی الشرع اشعری الاعتقاد قلنا له هذا من الافساد لا بل من الاستداد. خب درست میگه. خب درست میگه دیگه. شما هم داری تایید میکنید. خب من تایید میکنم حرفشو، بلکه به حرفش افتخارم میکنم. آقای محترم، اگر شما عقل و شعور داشته باشید، امام شافعی در کدام سال به دنیا اومد؟ ببینید من کارت تولد شافعی یا تولد آقای محترم جواب من رو بده. یک سوال، من چون با بیننده بعدی مفصل صحبت کردم، شما کلای پوک شما آخونده اصلا کار نمیکنه به این چیزا. امام شافعی رحمت الله علیه اشعری بوده؟ بابا جواب من رو بده. تا قطعت نکردم جواب من رو بده. امام شافعی اشعری بوده؟ ببینید، امام شافعی اشعری بوده؟ بله یا خیر؟ ما تفتیم چی؟ ببین آقای محترم رد علي يا اخي، رد علي اذا انت رجال، رد علي. الامام الشافعي كان اشعري العقيده ولا لا؟ انت تصل ولا اینو برام. آقای محترم جواب من رو بده. به هر زبانی که میخوای ازت بپرسم، آیا امام شافعی رحمت الله علیه اشعری بوده یا نبوده؟ آیا انصاری هل انت تنطق ام قطعت میکنم. ببینید آقای محترم، امام شافعی کسی که بعد از امام شافعی 54 سال بعد از ایشون به دنیا آمده، عقیده امام شافعی عقیده اشعری بوده؟ کدوم احمقی این حرفی رو میزنه؟ امام ابن تیمیه رحمت الله علیه، من این مطلبی که چون که این چیزا رو تو شبکه‌هاشون پخش میکنن، این ولایت و اینا فقط میرن تو تیوار همین چیزا رو از اونجا میگیرن و اینجا میان نشخوار میکنن. همین مطلب رو من دقیقاً همین مطلب رو از مکتبه شامله کاپی کردم، اینجا تو فایل ورد رو دسکتاپم گذاشتم تا هر جونوری مثل اینها زنگ بزنه براش نشون بدم. دوستان نشون بدم. مجموع الفتاوا جلد 4 صفحه 174. اینجا مفصل ایشون میاد این مطلب رو بیان میکنه که آقا کسی که میگه که
من شافعی هستم و عقیده من اشعری است. این تناقضه. میگه این تناقضه. چطور امکان داره که کسی شافعی باشه؟ میگه انا شافعی و شرع اشعری و الاعتقاد قلنا له هذا من الاضداد. این از تناقضات است. چرا تناقضات است؟ به خاطری که ابوالحسن اشعری به اصطلاح کسی که عقیده اشعری به ایشون منسوب هست، بعد از امام شافعی 54 سال بعد از امام شافعی به دنیا آمده. خب هیچ اولاغی نمیاد بگه که امام شافعی عقیدش اشعری بوده و کسی که این حرفو بزنه که من شافعی هستم و عقیدم اشعری است، خب میگه این از تناقضات است. چطور امکان داره؟ این از حرف ابن تیمیه که کلای پوک شما آخوندها نمیفهمه. چرا نمیفهمه؟ چون که شما پنیر میخورید، سیب سبز میخورید. چون که اینجا من علائم خنگی رو من آورده بودم کلیپشو. یکی از علائم خنگی همین است که کسی پنیر بخوره، سیب سبز بخوره، این چیزا بخوره، بعد ایشون خنگ میشه. شاید که این احمد آقام از اون جمله باشن، والله اعلم. اینجا این مطلب رو من خدمت شما، بله این است. اون چیزی که فراموشی میاره برای آدم ها چی است؟ دقت بکنید پیامبر در سفارشی به حضرت امیر فرمودند که ای علی 7 چیز است که فراموشی می آورد: خوردن سیب ترش، خوردن گشنیز، پنیر و پسمانده موش. حالا این پسمانده موش شاید برای ما شهریا خیلی ولی روستایی خیلی باید دقت کنن. خواندن نوشته های روی قبر، راه رفتن میان دو زن، افکندن شپش، حجامت در گودی پس سر و ادرار در آب راکد. این روایت هم منبعش خیلی مستند و معتبر هست. دقت بکنید: من لا یحذره الفقیه، خصال شیخ صدوق، مکارم الاخلاق، دعوات، بهار الانوار و 2-3 روایت دیگه که منبع این در واقع حدیث. این علامت خنگی آخوندام کشف شد. با یکی از علامتش همینه. من 5 دقیقه پیش مفصل به اون یکی شرح دادم که بابا این قضیه این است، حرف ابن تیمیه این است که اگر کسی بگه که من شافعی هستم و عقیده من اشعری است، میگیم این از تناقضات است. چون کسی که بعد از امام شافعی، نیم قرن بعد از امام شافعی به دنیا آمده، چطور تو عقیده اونو نسبت میدی به امام شافعی؟ اگر تو شافعی هستی باید عقیده امام شافعی رو داشته باشی. اگر حنفی هستی بعد عقیده امام ابو حنیفه رو داشته باشی. چطور امکان داره که داد میدن افتخار میکنی من دینم از طریق امام ابو حنیفه میگیرم، بعد عقیده تو میری از ماتریدی میگیری؟ که حتی در مورد حالا اینا شافعی رو مطرح کردن، در مورد امام ابو حنیفه هم دقیقاً همین مطلب رو اینا ذکر میکنن که ابن تیمیه این مطلب رو گفته. چرا این از تناقضات هست؟ چون امام ابو حنیفه در سال 80 هجری میگن به دنیا آمده، در سال 150 هجری از دنیا رفته. امام ابو منصور ماتریدی در سال 248 به دنیا آمده، یعنی تقریبا میشه بگیم که حدود 2 قرن بعد از امام ابو حنیفه، 1.5 قرن. بعدش هم در سال 333 هجری قمری از دنیا رفته. چطور تو دین تو از امام ابو حنیفه میگیری میگه عقیده من ماتریدیه؟ حرف ابن تیمیه اینه. حالا میخواد کسی خوشش بیه حیاک الله، کسی میخواد بدش بیه سرشو بزنه به دیوار. این مشکل امام ابو حنیفه و مشکل امام شافعی نیست. مشکل این خنگی است که عقیدهشو میگیره از کسی که بعد از امام 2 قرن بعد از امام به دنیا آمده. این حرف ابن تیمیه اینه، حرف عقلی، منطقی، عاقلانه. کسی میخواد خوشش بیاد، کسی میخواد بدش بیاد.